شما که تریدری کلا 2% این بازاری تحلیل درست وین ریت بالاتری داریم توی فارکس تا نسبت به ارز دیجیتال. چرا ماسک بخواد یه حرفی بزنه، خب بازار ارز دیجیتال رو از این رو به اون رو میکنه. این بازار 95 الی 98% بانک ها و مؤسسات هستن که بازار رو دارن ارز دیجیتال. شما فقط میتونی ارز کار بکنی. حالا ما عرض ادب خدمت بچهای پی ای تریدی. بچه‌ها امروز میخوام درباره این موضوع با شما صحبت بکنم که چرا باید در بازار فارکس فعالیت داشته باشیم و ارز دیجیتال و بورس و این کسچرجات رو بذارین کنار و اینکه کامل بهتون توضیح میدم که چرا باید توی این بازار فعالیت داشته باشیم. خیلی سریع میریم سراغ ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه گوشی هم که الان دستمه دارم از روش میبینم چون یادم میره. بچه‌ها شما اولین نکته‌ای که باید یادآورتون باشه اینه که خب ما چرا باید در بازار فارکس فعالیت داشته باشیم. به خاطر اینه که نگاه بازار فارکس گردش مالی که داره خب تقریبا میشه گفت 10 برابر کریپتو یا بیت کوین و اینا هستش که میشه گفت روزانه بیشتر از 7 تریلیون دلاره و ببخشید 100 برابر تر از کریپتو هستش. و اینکه خب گردش مالی که فارکس داره ارز دیجیتال هیچ وقت نخواهد داشت. و اینکه بریم سراغ نکته بعدی. هر اتفاق مهمی که داخل دنیا میفته، هر اتفاق مهمی اینطوری بگم بهتره، داخل دنیا میفته، هر خبری میاد، هر اخباری میشه، تأثیرش رو روی بازار فارکس میذاره. مثل چی؟ مثل همین جنگ اسرائیل و حماس، یا اگه بخوایم از گذشته مثال بزنیم مثل جنگ اوکراین و روسیه. حالا اینا که خبرهای مهمی هستش ولی خبرهای کوچیک هم روی بازار مثلا طلا یا مثلا نفت جهانی رو هم تاثیر میذاره. یه خوبی دیگه که فارکس داره اینه که معامله گری هستش که بتونه اگر داخل این بازار کار کنه و سود مستمر داشته باشه میتونه داخل بازارهای سنتی هم کار کنه. مثلا دوباره بازار بورس خوب بشه، بازار ارز دیجیتال اگه خوب بشه، یا باینری آپشن یا چیزای دیگه که حالا من اونا رو اصلا قبول ندارم ولی اونا رو هم میتونه کار بکنه. یه خوبی که دیگه داره، چرا؟ چون خب بازار فارکس از همه سخت‌تره. به خاطر این موضوع هم هستش که دیگه مثلا از فارکس ببره روی کریپتو خیلی براش راحت‌تره. خوبی که مثلا فارکس داره اینه که داخل فارکس شما به صورت روزانه هفتگی میتونی سود بکنی و اینکه ولی داخل ارز دیجیتال بیشتر به خاطر اینه که شما هولد بکنی یا سرمایه گذاری بکنی داخل مثلا بیت کوین. حالا خیلی با ارز دیجیتال مقایسه کردم چیزایی که گفتم رو. بازار فارکس داره روی کشورهای قوی میگرده، اینطور بگم روی بانک‌های معتبر داره میگرده و اینکه شما مثلا توی فارکس اگه بخوای روی شرکت ها، روی شاخص ها، روی فلزات، روی ایندکس ها کار بکنید، خب روی همه میتونید کار بکنید. حالا بسته به اون حجمی که اون بازار داره اسپردش هم فرق داره دیگه. ولی داخل ارز دیجیتال شما فقط میتونی ارز کار بکنی که خب فقط یه بیت کوین، یه اتریوم، چیز دیگه هم که فقط برای شما سرمایه گذاری بکنه که خدا کنه 1 سال 2 سال دیگه بزنه بالا. متاسفانه اینا هم داره. و اینکه بچه بانک ها هم بهتون گفتم اینه که بانک های معتبر جهانی مثل چه بانک های کشورهای مثل سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک و خیلی بانک های تازه این 4 تا بانکی گفتم بانک های کشور گنده بودن، وگرنه اگه مثلا کوچیکش کنیم بانک های کشور کوچیک هم مثلا آلمان که خودش یا کانادا اینا هم خودش تاثیرگذار هستش روی بازار فارکس. چرا میگم بانک ها؟ به خاطر اینکه داخل این بازار 95 الی 98% بانک ها و مؤسسات هستن که بازار رو دارن پول انتقال میدن، دارن جابجا میکنن بازار رو. وگرنه ما تریدرها، شما که تریدری کلا 2% این بازاری، 5% این بازاری. و اینکه
بچه‌ها به یک مورد خیلی مهم میرسیدم، اینه که ناگهان شما اگه بخوایم فاندامنتالی حساب کنیم، مثال میزنم الان اگه ایلان ماسک بخواد یه حرفی بزنه، خب بازار ارز دیجیتال رو از این رو به اون رو میکنه. مثلا میگه شرکت من تسلا میخواد فلان ارز رو انقدر بخره، اون ارز منفجر میشه داخل ارز دیجیتال. مثال بخوام بزنم، مثلا 2 سال پیش دوج کوین یا شیبا که 2 سال پیش ترکید رفت بالا، ولی بازار فارکس خب مثلا رئیس جمهور رو صحبت میکنن یا حالا خبرهای مهمی که هست، خبرهای پی پی آی، جی پی آی و اینکه خبرها خیلی اونقدر بازار رو تکون نمیده، روند بازار رو تغییر نمیده، اگرم بده بر میگرده به اون ناحیه‌ای که ناحیه قانونی که توی فارکس بوده. پس نتیجه میگیریم که خبرها مخصوصا خبر مهم روند بازار داخل فارکس در اون حد عوض نمیکنه، ولی داخل ارز دیجیتال اینطوری نیست. بچه‌ها یه نکته دیگه هم که هستش، آخرین نکته در مورد فارکس یا ارز دیجیتال اینه که ناگهان شما الان اگه تکنیکال یا پرایس اکشن یاد داشته باشی، داخل بازار فارکس بهتر میشینه، بهتر تحلیلا درست، وین ریت بالاتری داریم توی فارکس تا نسبت به ارز دیجیتال. چرا؟ به خاطر همون موردی که اول من گفتم، 7 تریلیون دلار در 24 ساعت داره داخل بازار فارکس جابجا میشه، ولی داخل بازار ارز دیجیتال چقدر داره در روز جابجا میشه؟ خیلی عددش کمه، حالا عددش من نمیدونم ولی خیلی کمه. و اینکه واقعا خب ما که ارز دیجیتال کار نمیکنیم که بدونیم مثلا 1 میلیون دلار در روز داره جابجا میشه داخل بیت کوین. و اینکه خلاصه بخوام بگم، نتیجه گیری هم بخوام بکنم، فارکس 100 پله از ارز دیجیتال یا کریپتو یا هر بیت کوین اسمشون میشه گذاشت خیلی بهتره. و اینکه حتی به عنوان شغل 5-6 هم نمیشه از ارز دیجیتال استفاده کرد. ولی خب فارکس چون شما درآمد دلار، یورو، پوند، هر چی که حالا خود راحت تر باشی داری، به خاطر همین موضوع فارکس خیلی بهتره. پس اگه تو انتخاب ارز دیجیتال و فارکس گیر کردی، بدون که الان فارکس خیلی بهتره و بوده و هست، اینطوری بگم بهتره. و اینکه بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه، و اینکه اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت هم بذارید، و اینکه قراره بسازمت عمو فرانکلین آمریکا. و اینکه نیویورک داداش، نیویورک. و این خب دوستان گرامی سلام. ببینید که لباس من جه رفته، پشت وضوش هر روز ببینیم. خیلی مورد استفادهتون میشه. و اینکه الان گوشی من که میبینید اینا رو چون تعدادش خورده زیاده تو گوشی نوشتم، واسه همینم خیلی سریع میریم سراغ ویدیو. و اینکه سعی کنید نکته رو نوت برداری کنید و یادداشت بکنید. و اینکه استوپش بکن. استوپ ندارم. نه چیز بکن. فقط قطع میشه. قطع کنم؟ نه.